من داشتم ویدیو می ساختم چند روز پیش اینا واسه آرمیتا گراوند و نیکا شاکرمی و اینکه من این بهش میگن فری پاور جنریتور، یعنی چیزی که بدون سوخت دیزل و بنزین برق تولید میکنه. اینجا 50 سانته از این ور تا این ور، بعد از اونجا تا اینجا 40 سانته. من داشتم فکر میکردم یه عکس نیکا شاکرمی رو بذارم اینجا، یه عکس آرمیتا گراوندم اونجا. این قسمتش کوچیکه، عکس فکر نکنم توش جا بشه چون میخواستیم 50 سانتشون کنیم. و این پاور جنریتور رو میخواستم مشغول شدم دست بگیرم. هوا خیلی سرد شده، تو اتاقم خیلی صدا میدن این دستگاه ها. دلر رو نمیدونم، این یکی بهش میگن انگل گرایندر، تو ایران بهشون میگفتیم فرز. این باتریش که میاد اینجا وصل میشه فرز میشه. خیلی با وجود این که کوچیکه ولی همه رقم آهن رو میبره، نمیدونم همون فرزه منتها باتری به جای برقی. و اینو میخواستیم درستش کنیم که من شروع کردم اینو ویدیوش درست کردن. یه چیز دیگه هم میخوام ویدیو کنم، حالا ویدیو انگلیسی اینم پر میکنم.